هفته پیش دختر یکی از دوستامو دیدم متولد 89 بود. پرسیدم تو مدرسه‌تون سیگار و علف؟ گفت سیگار کم علف زیاد. دختر 89 نمیدونم چند سالش میشه، 13 سال 14 سال، خب 14 سالش میشه. گفت تو مدرسه‌مون علف میزنن دخترای 14 ساله. و حتما مسئولیتش رو شماها که مخاطبتون اون نسلن واقعا هست که کمک کنین به اینکه این فضا آروم آروم، بله دولت مسئوله، اون مسئوله، این مسئوله، این لا بلا بلا، باعث و بانیش هم شما نبودین، ولی شما میتونین کمک کنین که این آسیب تو جوونامون کمتر بشه. اینو من واقعا قلباً معتقدم. دراگ اگه کشیدنی باشه پوک اولش زیاده و پوک هزارمش کم. اگه نوشیدنی باشه پک اولش زیاده و پک هزارمش کم. تهش ته نداره.